خیلی خوب. اگه ما کنترل رو بگیریم اسکرول موس همونی که بین کلیک چپ و کلیک راسته رو بالا و پایین کنیم، این میبینید که آیکونا اگه به سمت جلو بدیم آیکونا بزرگ میشه، اگه به سمت عقب بدیم آیکونا کوچیک میشه. به همین صورت انجام میده. اسکرولر رو به عقب بچرخونم، سایز آیکونا کوچیک میشه. اوکیه؟ حالا وقتی این کار رو روی دسکتاپ انجام میدم سایز آیکونا تغییر میکنه. اگر داخل یه فایلی باشم مثل فایل ورد، مثل فایل پی دی اف، فرقی نمیکنه. خب داخل فایل ها کنترل رو که بگیرید اسکرولتون رو تکون بدید برای شما زوم کم و زیاد میشه. کنترل رو بگیرید اسکرول رو به جلو بچرخونید زوم زیاد میشه. کنترل رو بگیرید اسکرول رو به عقب زوم کم میشه. اوکیه؟ پس از این به بعد هر موقع خواستیم زوم کنیم از کنترل و اسکرول موس استفاده کنیم. خب این از این. حالا ما جلسه قبل گفتیم به اینا چی میگن؟ درایو. درایو ها چی بودن؟ همون رم. هارد. هارد. گفتیم ما اومدیم در واقع هارد خودمون رو به 3 تا قسمت یا اصطلاحاً میگن به 3 تا پارتیشن تقسیم بندی کردیم. خب درسته که در ظاهر ما اینا رو 3 تا تیکه جدا می‌بینیم ولی در اصل جدا نیستن. همون یه دونه هارد ما هم که جلسه قبل شکل هارد ما هم دیدیم. اصطلاحاً به اینا میگن درایوهای منطقی، یعنی وجود خارجی ندارن. در ظاهر ما داریم این شکلی می‌بینیم ولی در کل همشون یکیه. خب من مثلا وارد درایو یک کامپیوترم میشم، اینو بزرگ کنم که شما ببینید. خب نگاه کنید، وارد درایواتون که میشید این بالا یه گزینه ویو دارید. خب اگر مثلا ویندوزتون 11 نبود یه جای خالی کلیک راست کنید ویو اونجا میاد، فرقی نمیکنه. ویو رو که میزنید اگر ویو رو بذارم رو حالت اکسترا لارج آیکونام خیلی بزرگ میشه. ویو رو بذارم روی لارج یه ذره کوچیک‌تر، بذارم روی اسمال کوچیک‌تر میشه. اگر ویو رو بذارم رو حالت لیست میاد آیکونای منو به شکل لیست در میاد. اگر ویو رو بذارم روی دیتیلز آیکونا رو راجع به جزئیاتشون برام توضیح می‌نویسه. اوکی، مثلا کی آخرین تغییر رو این پوشه داشته، نوعش چیه، حجمش چقدره. اگر بذارم مثلا روی کانتنت این شکلی می‌بینم. اوکیه. حالا داخل درایوام اگر کنترل رو بگیرم اسکرول موس رو بچرخونم چی میشه؟ برای من ویو رو تغییر میده. اوکیه.